سلام برعکس، چطورید؟ خوش اومدین به این ویدیو. هم که با هم دیگه بریم جوایز کامل کریت یوزی یخی همراه با تفنگ یوزی یخی رو با هم دیگه قراره بس کنیم. همچنین قراره جوایز کامل جبتال بعدی همراه با جوایز کامل بونوس پس سیزن بعدی رو هم با هم دیگه تماشا کنیم. پس قبل از شروع این ویدیو حتما شما این ویدیو رو لایک کنید و بزن بریم شروع کنیم. خب شروع میکنم از جوایز کامل بونوس پس سیزن بعدی. بونوس پس سیزن بعدی کی میاد دقیق نمیدونم، ولی فکر کنم یک ماه پس از اینکه رویال پس سیزن بعدی اومد. رویال پس هم فکر کنم امروز یا فردا یا پس فردا به بازی اضافه میشه. فکر کنم فردا به بازی اضافه میشه. حالا بریم سراغ جوایزش. اول از همه که تو لول یکش 2 تا متیک به ما میده. دنسشو نمیدونم ولی فکر کنم لول 10 به ما بده. یه دونه بکپک داریم که این شکلی 3 لوله. بکپک خب همیشه 3 لول است دیگه، تا داری چی میگی. و اینم از لول 3 که واقعا تو بکپک خوبی هم هست. اینم از یه دونه اورنامنت و میان اینجا ما یه دونه توی 2 تا گزینه به ما میده که یا باید سلاح رو انتخاب کنیم یا باید وسیله نقلیه. وسیله نقلیه این سیزنمون جیپ هستش. هم که میبینید واقعا جیپ خفنی هم هستش و اگه لول اپ کنیم یعنی لول 4 مکسش بکنیم یک جیپ یخی خفن داریم و تفنگش هم AMR هستش که اینجا میتونید تماشا کنید و AMRش هم 5 لول هستش و هیت افکت هم داره. اینم اضافه کنم و همونطور که میبینید جیپش هم این شکلیه و لول اپ هم میشه. کیل مسیج هم داره. کیل مسیجش هم این شکلیه. واقعا پابجی داره این سیزن رو گل کاشته. آپدیت جدیدم که همونطور که میدونید به بازی اضافه شد. قراره فردا ویدیوشو براتون بذارم، همه توضیحات از مود بعدی همراه با اچیومنتاشو قراره با هم فردا بررسی کنیم. و اینم از تفنگ بونوس پس سیزن بعدی که همونطور که میبینید واقعا اینم تفنگ خفنیه، بدک نیست. ایمان خودش تفنگ خفنیه و اینم از لول مکس که آره لول مکسشه. همونطور که میبینید هیت افکت همراه با کیل مسیج قبول میکنیم. زیاد بدک نه خیلی خفنه نه زیاد، ولی هیت افکت تو برم. هیت افکت عجب هیت افکتیه و هیت افکتش هم که همونطور که میبینید واقعا هیت افکت خفنی هم داره. و اینم از تفنگش. بریم لول 3 و ایناشو با هم دیگه تماشا کنیم. این از لول 1 و بریم روی چی میگم بهش، الیمینیشن افکت که این شکلیه. الیمینیشن افکت خفنی هم داره، خوشم اومد. همونطور که میبینید وسطش این AMR هم نشون داده میشه. تفنگ خفنیه. پس لول 3 فاینال فرمشه و بله فاینال فرم تفنگایی که هیت افکت دارن تو لول 3 هستش و به خاطر همین دیزاین ساده ولی شیکی داره. و اینم از کیل مسیج لول 4 که بازم خوبه، بدک نی. و اینم از هیت افکت و اینکه میتونیم به این تفنگ اورنامنت هم آویزون کنیم. یعنی چی؟ یعنی هر اورنامنت که از RP یا هر جای دیگه گرفتین رو میتونه از تفنگ آویزون کنید. این بریم سراغ بررسی جیپ یخی که این شکلیه و همونطور که میبینید سیزن قبلی که فکر کنم فردا قراره بره، یعنی این سیزن یه کشتی این شکلی داشتیم، اونم 4 لول بود و این از جیپمون لول 2 تایراش یخی میشه همونطور که میبینید و پشتم یه دونه تایر دیگه هم داره که اونم یخی میشه و لول 3 که کیل مسیجشه الیمینیشن براکست. بله کیل مسیجش از نزدیک بازم قابل قبوله، نه خیلی خفنه نه خیلی ساده ولی قابل قبوله. و اینم از فاینال فرمش اگه بزنه و اینم از فاینال فرم که کامل یخی نیست. همین تایرش و سقفش اینا یخیه که سقفش هم یخی حساب نمیشه. پس همون جیپ یخی بگیم و بریم، ولی زیاد به جیپ یخی RP نمیرسه. همونطور که میدونید جیپ یخی ما داخل پابجی داریم که قراره توی کریت رویال پس سیزن بعدی، اگه نمیدونید قراره لباس خیلی گرده‌ای هم به بازی بیاد که داخل اون جیپ یخی هم هست. حالا بریم سراغ جوایز کامل جبتلای بعدی. جبتلای بعدی 2 تا لباس متیک داره که یکیش کلاه یکیش هم ست که همونطور که میبینید این از کلاه و اینم از ستش و
همونطور که میبینید یه دونه هلمت لژندری داریم همراه با DP و UMP لول دار 7 لوله که گفته بودم قراره این به بازی بیاد و در سطحش هم گفتم که این احتمال بیشتر قراره به بازی بیاد چون اون یکی UMP قبلا به بازی اضافه شده بود و اینم از هلمت لول 2 و لول 3 هم خفنه. آره خیلی خفنه. یاد یه هلمت اولتیمیت من دیده بودم داخل یکی از اکانتا، مثل شباهت زیادی به اون داره و هلمت اولتیمیت هم که خودتون میبینید یه چیز دیگه است و اونم از DP و اینم از UMP مون که اینا رو همشون رو ما بررسی کردیم و اینم از لول مکسش، کیل مسیج و یه دونه هم لوت کریت داریم اینطور که میبینید این شکلی و اینم از کل اتچمنتاش که اسم اسکوپ و اتچمنت و اینا. یه دونه مولوتوف همراه با اورنومنت که اینا خفنه و گاوکسش هم بکنم باید جبه رو بزنیم بده. و بچه‌ها بریم سراغ کریت یوزی یخی. اول اصلا بگم که دستکش یخی قرار نیست داخل کریت بیاد و یوز یخی هم قراره 27/11 تقریبا فکر کنم یه 10-20 روز دیگه بشه، 20 روز هم نه یه 15 روز دیگه. و ها میخواستم دستکش رو براتون بگم بچه‌ها، دستکش داخل کریت یوز یخی نیست. توی ویدیوهای آینده براتون میگم که چطوری میتونید این دستکش رو بگیرید و بازم بگم که این دستکش رو گرفتم یوسی میخواد، خیلی هم یوسی میخواد و از این موضوع بگذریم. و اینم از بکپک یه دونه دنس داره که دنسش هنوزم مشخص نشده. یه دونه گلایدر داریم 2 لوله نیست، همین 1 لوله. این کلاغ 2 سر داره پشمام. اون بچه ها تبریک عرض میکنم، کلاغ 2 سر هم به بازی اضافه شد. و اینم از دستکش که دستکش داخل کریت نمیاد، باید یوسی خرج کنیم تا اینو بده. تو ویدیوهای آینده براتون توضیح میدم. همه اینا رو یکم فیکه و داخل کریت نیست. درسته دست کاراکتر یوزی یخی است ولی خب پابجی پول میخواد، پس تصمیم گرفته از اونجا در بیاره یه کاری کنه که مجبور بشیم یوزی خرج کنیم. و اینم از این. بریم سراغ بقیه جوایز. یه دونه مولوتوف داره. دستکش هم خودش دنس داره، همونطور که میبینید دستکش رو بپوشیم میتونیم دنس هم بزنیم. و اگه تا اینجا ویدیو تماشا کردید حتما لایک کامنت سابسکرایب رو بزنید و لایک کامنت رو چطوری میخوایم بزنید کامنت بذارید. آره کامنت انگلیسی هم بذارید، بنویسید مولوتوف ببینم تا اینجا ویدیو کسی اصلا تماشا کردی یا نه. یه دونه مولوتوف داریم و یه دونه هم نیت که واقعا اینا خوبن خوشگلن و کسایی که میدونن نید و مولوتوف و نید آپگریدی چه شکلیه. قرار وقتی که ما خود تفنگ رو آپگرید میکنیم یعنی کیل مسیج بکنیم، وقتی با مولوتوف هم انمی بکشیم همون کیل مسیج تفنگ میفته روی مولوتوف و به خاطر همین اینا لول دارن. همونجوری که پایین میبینید اونجا هم هستن. و اینم از بررسی یوزی یخی. کیل مسیج یوزی یخی فاش شدن، تو که میبینید یوزی خودش میاد میچخه پخ میزنه میره اون بر. پس تفنگ خفنیه، کیل مسیج خفنی هم داره و هیت افکت مشخص نشده. اورنامنت میتونیم وصل کنیم، فاینال فورم مشخص نیست. همه اینا رو دیدیم ولی سه بعدیشو داخل بازی ندیدیم. و یه دونه هم انیمیشن لوت کریت داریم و 2 تا هم بکگراند یا همون چی بگیم لابی داریم. 2 تا لابی متیک، یکیش این شکلی که اژدها یخی میاد که یخ با دهنش میزنه. همه اینا رو دیگه تو ویدیوهای آینده با هم دیگه بررسی کنیم که مدل چه شکلیه. دوستان این بود از این ویدیو. مرسی آخر ویدیو با من همراه بودین. تک تکتون دوست دارم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و فعلا خداحافظ. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway